تقریبا در دیوغانان شهر کابل هستیم که همونطور به پیش میریم، بریم پیش ببینیم که چی هست و چی نیست. این سرک و سرک از طرف جوی شیر میره و محترم این دوستان عزیز میرن از ایرا دیگه، با منظور ازی که باز است حتما دیگه. این طرف دوستان عزیز دیگه تبدیل به شوق ذوق میشه که حتی در آسمان ها هم پیدا نخواهد شد. در بازار باسکل فروشی دوستان عزیز در تصویر میبینید. داخل از این سرای باز مطبعه ها هست، بیربار دست فروش ها. این ترشی فروشی دوستان عزیز واقعا بسیار چیزای با کیفیت داره، بسیار با کیفیت. خصوصا اینجا که شما در رمضان بیاین باز اینجا ترشی های ترشی چگنی ماسی جور میکنه. من خودم شخصا سلام عزیزان دل، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان با خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی اینی را میبینین. باشکال پیشتر بریم سرکش هم میبینین. اما دکانه است که تخریب شد به خاطر سرک چهارراهی دارد الا جوی شیر شهر کابل. ما هم دوستان عزیز تقریبا در دیوغانان شهر کابل هستیم که همونطور به پیش میریم، بریم پیش ببینیم که چی هست و چی نیست. این سرک و سرک از طرف جوی شیر میره و محترم این دوستان عزیز میرن از ایرا دیگه، با منظور ازی که باز است حتما دیگه. این طرف دوستان عزیز بازار دیوغانان شروع میشه. از یک طرف بریم که قدر بیربار نباشه. این لیلامی فروشی ها دوستا که لیلامی با فروش میرسانن. این طرف حجاب فروشی است و بقیه لوازم پوشاک و این طرف هم دست فروش ها هستند دیگه که کراچی هاشون بسیاریشان لوازم خانه است، خوراک کباب است، کالا، لباس، پوشاک، همه چیز از خلاصه دوستا. دوستان عزیز یک چیز را من مشوار بازار دیدیم، نمی‌فهمم که شما متوجه شدین. یعنی زمانی که یک زوج میاد به بازار باز یکش کالا میگیره، خصوصا اگه مرد بگیره یک کالا، یک لباس، یک جمپر، یک چیزه، باز همون کس که همراهش اومده از او تعریف میکنه که وای چه کالا چقدر خوبش میگیتی، خوبش اسیره بکن. این مرد به اندازه شوق میکنه، به اندازه شوق میکنه که میگه زمین زمان نیست. ما در چهره دو سه تا هزار ما دیدیم، همیالا من میجه کی بود نمیفهم که شما متوجه شدین یا نه، ولی دقیقاً همین حس داشت. همون لبخند رضایت و همون شوق و ذوق در چهرهش موج میزد. ای واقعا همون چه قسم براتون بگویم، حتی همون انرژی مثبتش مرمه منتقل ساخت. یک جان تازه گرفتم، بسیار برای من خوشایند بود. واقعا مردا دوستان عزیز از تعریف و تمجید و قدر خوش میشن، هر کس از تعریف تمجید خوش میشن، اما زمانی که باز از طرف کسی باشه که برشان نزدیک باشه یا که یک حس به او داشته باشن، باز او تعریف و تمجید دیگه تبدیل به شوق ذوق میشه که حتی در آسمان ها هم پیدا نخواهد شد. در بازار باسکل فروشی دوستان عزیز در تصویر میبینید. داخل از این سرای باز مطبعه ها هست، البته نمایندگی هایشان خود مطبعه نیست و همچنان غیر مطبوع دال ترجمه هاست، وکیل ها هست، این هستن دیگه. کسی که میخواید نکاحت خود ترجمه کنه یا اسناد دیگره باز به این جایی تشریف میارن و اینا باز رو میگیرن میبرن به چرای صدارت ترجمه میکنن و میارن. اصل مطبعه ها و مراکز اوجه هست دیگه، باز میارن اینجا
یک چیز کمیشن خودم میگیرن، کار شما را حل میکنن دیگه. بازار رو میبینید دوستان عزیز که چه خوب بیربار داره. افغانان دیگه همیشه بیربارش اما ترس یک گوی مسکام آمد دوستان عزیز، گوی روغن تو را شام و من این گلونو چرف کرد. این هم دوستان عزیز فروشگاه بزرگ مشعل هست که مطمئنا همه ایتون میشناسینش و در پهلوش هم یک مرکز تجارتی به تازگی به فعالیت آغاز کرده که مرکز تجارتی و زرگری حدیث است که یعنی مرکز دوستان عزیز یعنی زیادتر طلا فروشی از دوستان عزیز بین از این مرکز. دل دوستان عزیز بیربار است، رفت رو یک زرگک مشکل میشه. در کار ببینید لوبیا خوراک 60 و اینجا خوب شد دوستان عزیز جور کردن. اینجا به تازگی جور شده، از خصوصا سمتش بسیاری اذیت میکرد آدم. این طرف خودی رفتن نمیشد، پیاده رو هم خریدن، پیاده روش هم جور کرده، پیاده رو هم سنگویش شانده، کارش خلاص کرده. یا مای جلبی دوستان عزیز و اون طرف هم بیربار دست فروش ها. این ترشی فروشی دوستان عزیز واقعا بسیار چیزای با کیفیت داره، بسیار با کیفیت. خصوصا اینجا که شما در رمضان بیاین باز اینجا ترشی های ماس چی ببخشید ترشی چگنی ماسی جور میکنه. من خودم شخصا در هر رمضان میایم از پیش از میارم میخرم، مگه خانه ما بسیار دور است اما باز میایم از همین میخرم، چرا بسیار با کیفیت است. آدم برای چیز نگه دوستان عزیز که از این کرده باشه یا تبلیغات چه کنم، اما واقعا محصولاتش ارزش چشیدن یا همون خوردن داره. باشه در دوستان عزیز یه دوست تکسیز بریم در افغانان هم کنجا میبینین در سرک برایم دوستان عزیز دیگه که بیربار زیاد میشه. این دوستان عزیز است به افغانان شهر کابل. و دست فروش ها را خودتان در تصویر میبینین دوستا. بولانی در افغانی کاجو و این مسکه اینجا خرما هست یا ارزان است یا کدام رقم دیگه که مردم بالاش تو جمع شده. خوب بیربار داره دوستان عزیز افغانان، خوب صحیح آمده. اینجا که از سرک و پیاده رو نمیشناسه چون پیاده رو قدر گنجایش نداره دوستان عزیز که مگه پیاده رو بره بیربار میشه، راه بند میشه. به مخاطر مردم در سرک میبراین. یکی مردم افغانستان دوستان عزیز یک جالت در پیاده رو ندارد. خوب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین، ویدیو رو لایک کنین، در کانالم چنل سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه ایتونه به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان.